السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعضی از دوستا سوال فرستادن که در بعضی از کشورها در شرایط فعلی که مرض کرونا اکثر دنیا را فرا گرفته و کشورها قیودات دارن، اجازه نمیدهند تجمعات را و همچنان در مسجد ادای نمازی جماعت و جمعه و همچنان نمازی عید اکثر کشورها اجازه نمیدهند. در بعضی کشورها البته اجازه شده بنا به شرایط و همچنان محدودیت های خاصی. پس این دوستا سوال کردن که جماعت برای ما اجازه شده لکن برای همه کفایت نمیکنه، چطور نمازی جماعت قایم شود؟ کسایی که محروم میشن چیکار کنن؟ در چنین حالت، یعنی حالتی عذر است و حالتی خاص است، در اصل امیست که نماز عید در یک فضای عام و جای بزرگی یا مسجد یا فضای عامی که همه مسلمان هایی که در یک منطقه زندگی میکنن اونها بتوانند در او نماز شرکت کنن. اگر چنین چیزی بنا به اعذاری میسر نشد، مرض بود، امنیت درست نبود یا اسباب دیگری، موانع دیگری بود، در چنین صورتی می توانند جماعت های مختلفی داشته باشند و گفتیم براشان که در این صورت جماعت های مختلف برگزار میکنن و اگر امام های مستقلی جماعت قایم کنه بهتر است. جماعتی مثلا 80 نفر نماز میگذارن، اینها بیرون میشن، باز جماعت دیگری با امام مستقل میاین، اینها نماز برگزار میکنن و باز اگر جماعت دیگری باقی ماند اونها برگزار میکنن. اگر امام برشان میسر نبود و شخصی عالم و دانا نبود و طریقه عید نمیدانست، در این صورت گفتیم میتوانه همون امام قبلی برای جماعت دیگری هم امامتی کنه. البته اختلاف نیتی از اینها در اینجا کدام اشکالی وارد نمیکنه، یعنی او شخص نماز عید خوانده، ایده نماز عید واجب میدانه، یعنی واجب از سرش ساقط شده، فعلا دوباره جماعت میتیه باید نماز نفلی بخوانه و برای کسایی که اونها نماز واجبی را میخوانند پس تغییر نیت در اینجا کدام اشکالی نداره. به خاطر چی؟ به خاطر که حدیث است و اینجا عملی از صحابه کرام در حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم صورت گرفته که اختلاف نیت در چنین موقعی کدام اشکالی نداره، حتی از خود رسول الله صلی الله علیه وسلم با صحابه صورت گرفته. از جمله حدیث معاذ ابن جبل که در صحیح بخاری صحیح مسلم میآید، معاذ ابن جبل نماز خفتن با رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض یک جا می‌خواندند و بعد از او رفته به قوم خود امامتی میکردن نمازی خفتن، همین نماز خفتن به قوم خود. پس نماز خفتن برای معاذ رضی الله عنه که امامی از اونها میشد، این نماز نفلی بود چون فرض ادا کرده بود، و برای قومش که اونها نماز فرضی میخواندن و همه از اینها نماز فرضی را در پشت یک شخصی که نفل میخواند در پشت از او نیت میکردن. اینطور نبود که از این قضیه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر نشده باشه. شاید بعضیا بگوید که اجتهاد معاذ رضی الله عنه بود، شاید اشتباه باشه. نه، از این قضیه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شدن. شخصی کار میکرد، زیاد خسته و مانده بود، چون معاذ رضی الله عنه به اجتهادشان میرفت نماز عشا را زیاد طویل میخوان، حتی سوره بقره را در روایتی صحیح بخاری می است، صحیح مسلم که در روایت در بعضی وقت سوره بقره را میخوان. باز شخصی در عقبش دید که قرائت طولانی میکنه، نماز مستقل خودش خواند و از مسجد بیرون شد و معاذ رضی الله عنه وقتی که برش گفته شد گفتی شخص منافق است. و این قضیه به رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که رسید، رسول الله صلی الله علیه وسلم بسیار قهر شدن بالای معاذ و فرموده که افتان انت یا معاذ، یعنی تو مردم در فتنه میاری؟ یعنی گفت بجای از اینکه سوره های طولانی را بخوانی، سوره و الشمس و ضحا، سبح اسم ربک الاعلی، این سوره ها را بخوان، سوره های کوتاه را بخوان. پس در اینجا برای رسول الله صلی الله علیه وسلم رسید که معاذ با ما یک جا نماز میخونه، بعد رفته در اونجا با قومش امامتی میکنه. اگر امر نادرست میشد و اختلاف نیت مسلین اعتبار میشد، رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ اجازه نمیداد، میگفت کار غلط میکنی.
از او بالاتر رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشان روزی از روزها، حدیث در صحیحین می آید، عبدالله بن عباس رضی الله عنه نزد خاله خود مهمان شد. خالش میمونه بود و این در عقد نکاح رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. عبدالله بن عباس هم بچه کاکای رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه و هم خاله عبدالله بن عباس در عقد نکاح رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که میمونه. روزی از روزها یا شبی از شبها مهمان خالش میشه و در شب عبدالله بن عباس میبینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم استاد میشن و نماز میخوانن. عبدالله بن عباس هم رفته وضو میگیره، آمده در پهلوی چپی رسول الله صلی الله علیه و سلم استاد میشه، در پهلوی چپشان. رسول الله صلی الله علیه و سلم عبدالله بن عباس هم میگیره در پهلوی راست خود استاد میکنه. اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم نیت ها فرق میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم به نیت امامت داخل نشده بود، خودش میخواست که نماز نفله بخونه و عبدالله بن عباس آمد در پشت از اینها نیت کردن و رسول الله را امام قرار دادن و این امام بود و رسول الله امام بود و این مقتدی. نیت ها فرق میکرد، لکن در داخل نماز نیت پس تغییر کرد که یعنی از حالت انفرادی به حالت امامت تبدیل شد. و همچنان قضیه دیگری که یک شخص میتونه چند جماعت برگزار کنه در نماز خوف، طریقه های زیادی وارد شده. از جمله رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث در سنن ابو داود می آید که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر یک جماعتی از مسلمان ها دو گروه تقسیم شده بودن. یک گروهشان در مقابل دشمن بودن و یک گروهشان با رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 رکعت نماز خواندن و رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام داد همراه از اینها. یکی از طریقه های نماز خوف است. رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 رکعت خواندن، همراهشان سلام دادن و باز جماعتی دیگری آمد، جماعتی که در مقابل دشمن بود، بری از اونها رسول الله صلی الله علیه و سلم استاد شد، 2 رکعت نماز دیگری داد. حالا اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای 2 جماعت نمازهای مستقل دادن و در هر نمازی سلام دادن، در هر 2 رکعتی سلام دادن، برایشان جماعتهای مستقلی ادا کردن و دادن. پس از رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین عملی ثبوت داره و از صحابه کرام ثبوت داره و کسایی که اختلاف نیت امام و مصلی را اعتبار میدانند قولشان مرجوح است، بی دلیل است، بی اساس است، از عمومیات استدلال میگیرن و عمومیات به این خصوصیات که در این قضیه احادیث و دلایل خاصی آمده، پس قولشان به این احادیث رد میشه و میتونه یک شخص چند جماعت امامتی کنه.